دوستان عزیز، امروز قصد داریم که پشت پرده های لغو کنسرت تتلو رو برای شما رو بکنیم و متوجه بشید که چه اتفاقات عجیب و غریبی داره صورت میگیره و اینکه در خبرها رسانه ها پیچیده بود که امیر تتلو توسط دستگاه اطلاعاتی امنیتی از جانب سپاه حمایت شده که بره در یک سالن 20000 نفری کنسرت بذاره و امروز با این شخص یعنی آقای کیان محمدی ها مصاحبه رو خواهیم داشت. این شخصی که با امیر تتلو و خواننده های دیگه زیاد عکس داره و کسی بوده که در عکسی که امیر تتلو در پیج خودش به عنوان قرارداد اجرایی کنسرت از او به عنوان تهیه کننده و برگزار کننده کنسرت یاد کرده. مصاحبه تلفنی تقریبا مفصلی رو داریم که به همه سوالات جواب داده در این مصاحبه تلفنی و بعد از اونم امیر تتلو فحشا و حرفایی رو به آقای کیان محمدی ها زده و گفته که ایشون امکاناتی که من داشتم رو برای من می‌خواستم و تهیه نکرده، در صورتی که ماجرا از این قرار بودش که امیر تتلو ابتدا به دبی میره که قرار بوده که اونجا یک کنسرت بذاره، بعد از اون هم دبی کنسل میشه و با ارتباطی که با آقای کیان محمدی ها داشته از سالهای قبل میاد کنسرت خودش رو به ترکیه انتقال میده. برای اینکه جزئیات این لغو رو به شما بگم، لطفا قبل از هر چیزی لطفا کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. حتی اگر از امیر تتلو یا افراد دیگه خوشتون نمیاد لطفا ویدیو رو لایک کنید که هم از پشت پرده های لغو این دست کنسرت ها آگاه بشن، بدونن پشت پرده چی هستش. لطفا ویدیو رو هم شیر بکنید در فیسبوک، یوتیوب خودتون یا در تلگرام خودتون یا هر جای دیگه‌ای که شبکه اجتماعی دارید ویدیو رو شیر کنید که همه دوستان با خبر بشن. داستان از این قرار بودش که امیر تتلو که پیجش رو هم در اینجا میبینید و ثانیه‌ای پست میذاره، اومد یه دونه پست گذاشت، گفتش که من میخوام یه دونه کنسرت 20000 نفری پر بکنم. حتی لینک خرید بلیت کنسرت رو هم گذاشت، سایت بلیتیکس اصطلاحاً اون موقع بود و گفتش میخوام یه کنسرت بذارم و دنبال سالن میگردم که بتونم 20000 نفر رو در اونجا جا بکنم که این سالن رو به عنوان سالن برگزار کننده کنسرت پیدا کرد. گوش بدید. خب همونطور که گفتم سالن‌هایی که دیدیم کوچیک بود. من اینجا رو فعلا مد نظرمه که البته 20000 نفر است، ولی خب باید یه جوری پرش کنید دیگه. حالا از روی استیجش هم میرم الان فیلم میگیرم براتون که این برم ببینید. این هم میشه استیجش، اونجا VIP میشینه. بچه این هتلی هستش که امیر تتلو در اون در طبقه‌های بالای اون با مائده حجبری سکونت داشت. در این پنت هاوسش اصطلاحاً در اصطلاحی که وجود داره امیر تتلو اینجا زندگی میکرد. خب اونجا هم باز VIP میشینه، اون بالا VIP میشینه. اینا بهتون سرویس خورد و خوراکی میدن. اونجا پارکه، میتونید اشغال کنید بیاید و اینجا هم صندلی مندلی میچینیم و 20000 نفر دور همید. چطوره؟ خب اینجا خیلی شاد و خوشحال در توهم این که سالن رو پیدا کرده، اینجا قرارداد سالن رو امضا میکنه، انگشت میزنه، تا اونجا همه چیز خوبه. اما نکته جالب این هستش که بعد از اینکه کنسرت لغو میشه این پیج امیر تتلو نقطه کنسرت رو هم از دور خارج میکنن. من اگر بتونم یه تگی رو پیدا بکنم که توی تبلیغات خودش امیر تتلو تبلیغات این پیج رو میکرده، متوجه خواهید شد که به همین راحتی ببین الان من بزنم پیج باز نمیشه. یعنی عملا انگار براشون مردم مهم نیستن و این پیجی که به عنوان پیج تبلیغ کننده بلیط‌های کنسرت امیر تتلو بود از دور خارج شد به همین راحتی. بعد از اون که امیر تتلو این عکس‌ها رو نشون میده، حتی تیشرت‌های خودش رو هم رونمایی میکنه که مثلا تیشرت رو هم بفروشن که به عنوان یک منبع درآمد باشه. حتی تیزرهای امیر تتلو در رسانه‌های مختلف پخش میشه، اما اونجوری که آقای محمدی ها میگفته امیر تتلو با همه لج بوده، به خاطر همین خیلی سخت در رسانه‌های مختلف تبلیغ امیر تتلو میکنن که امروز مصاحبه تلفنیش رو هم در این ویدیو به شما نشون میدیم و پخش میکنیم که ببینید. حالا یه تیکایی از تبلیغ کنسرت امیر تتلو رو هم ببینید. کنسرت بزرگ امیر تتلو. اونی که رو نمیداد بهت تو می نویسه روی دیوار. برای اولین بار در چوچوک چفلیک پارک استانبول 30 آگوست، ورود از ساعت 7 بعد از ظهر.
تهیه آنلاین بلیط از سایت biletix.com. بیلتیکس هم بوده، من اشتباه بیلیتیکس خوندم. اما داستان از این قرار بودش که بعد از اینکه این همه تبلیغات انجام شد، امیر تتلو گفت من میخوام اینقدر سالن اینطوری پر بکنم، نمیدونم با ماشینای با کلاس آنچنان لاکچری هم میآوردنش. یهو امیر تتلو اصطلاحاً آدم خیلی حال و حوصله و اعصاب مسائل خوبی هم نداره، چپ کرد، گفتش که آره توی اتاق من یه پست گذاشت، گفت دوربین گذاشتن کار و طبق قوانین ترکیه این قضیه ممنوعه، تصویر دوربین رو هم میبینید که به خاطر همین من کنسرت رو میخوام لغو بکنم، چون امکاناتی که من میخواستم رو در اختیار من نذاشتم. ببینید این تصویر دوربین رو هم. طبق قوانین خود کشور ترکیه دوربین بالا سر تخت خواب ممنوع نیست. تو وایس میگه طبق قوانین کشور ترکیه دوربین بالا سر تخت خواب مگه ممنوع نیست؟ تصویر دوربین رو هم میبینید. حالا آقای محمدی ها هم توضیح میده راجع به این دوربین. بعد یه پست دیگه گذاشت و گفتش که دوست من تصمیم گرفتم که این کنسرت رو کنسل کنم به دلیل اینکه اسکول بودن تهیه کننده و تیم غیر حرفه‌ای ایشون که هنوز یه خونه درست واسه من نتونستن بگیرن که تمرین کنم، منم نمیتونم واسه وقتی آماده اجرای کنسرت نیستم با آبروی خودم بازی کنم، یه خونه درست حسابی. حالا من امروز تصاویر خونه‌ای که امیر تتلو در اون سکونت داشت و این دوربینم در اون خونه بود رو به شما نشون میدم. قبل از هر چیزی من حالا اومدم روی تلگرام خودم سیو مسیج، اینجا همون این تصویری که میبینید، خب حالا پخشم میکنیم، این تصویر هتلی هستش که امیر تتلو در اون سکونت داشت در بهترین منطقه ترکیه، یکی از امنیتی ترین هتل های ترکیه هم هستش و خیلی هم گرون هستش. تو این هتل سکونت داشت. ببینید از این بالای فیلم از صحنه‌مون بگیرم، اینجا استیج، اینو فضای صحنه. ببینید یکم من بیام عقب‌تر، اینجا دقیقاً همون استیجی بود که امیر تتلو ازش فیلم گرفت و من عکس این هتل رو نشون دادم و اون ستونای بالاش. بگیرم اینجا استیج، اینو فضای سبز است که گفتم لش میکنید اینا، پارک دوره و اینجا هم همتون قرار بگیریدش چطوره؟ من هم مثل عقاب این بالا سر کنسرت. بله، اما توی آخرین پستی که امیر تتلو گذاشته بود که حالا من پیدا میکنم به شما نشون بدم، آخرین پست نه، یکی از پستای خودش گفته بود که بذار من انقدر ماشاءالله پست میذاره کلا فکر نمیکنم هیچ کسی به اندازه این آدم، البته این پیج اصلیش نیست، این پیج اصلیشه، 2-3 تا فن پیج هم داره که نشون میده. اینجا گفته که هنوز نتونستم برای من یه دونه خونه درست حسابی بگیرن. این تصاویر خونه‌ایه که امیر تتلو در اون سکونت داشته برای من فرستادن توی سیو مسیج من. میبینی تصاویر خونه رو، فکر نمی‌کنم امیر تتلو تو خوابش هم مثلا یه همچین خونه دیده باشه و حالا تصاویر هم بزرگ میکنم و میبینید. اما نکته جالب این چتی هستش که برای من فرستادن که چت امیر تتلوه. حالا چون تصویر همچین زوم نمیشه من نشون شما بدم چت امیر تتلو رو که برای من فرستاده شده که آقای اینجا نوشته شده آقای کیان محمدی ها این چت رو در اختیار ما گذاشته که نوشته امیر تتلو اوکی نزدیکتر از اینیه که هستم، یعنی میخواست هتلش رو عوض بکنه. اینم میگه نوکرم داداش برای بهترین جای استانبول، اینم نوشته اوکی، پس راضی بوده از خونه که وجود داشته. بعد اینجا این تصویر خونه هستش که امیر تتلو در اون سکونت داشته و میگفته که توی این خونه دوربین توی اتاق خواب من کار گذاشتن که آقای کیان محمدی ها در فایل صوتی که الان برای شما پخش میکنیم در مصاحبه تلفنی توضیحاتی رو هم راجع به دوربین میده به شما و اینم اتاقهاش هست و فکر میکنم گفتش که یک مبلغ خیلی بالایی رو هم برای اجاره اینجا هزینه کرده بودن. خب حالا بریم بشنویم این مصاحبه تلفنی من در خصوص کنسرت های امیر تتلو با آقای کیان محمدی ها که قشنگ توضیح داده و گفته که امیر تتلو 276 تا بیشتر بلیط نفروخته، نه بیشتر، و به خاطر همین کنسرت لغو شده. خب میشنویم. جریان این کنسرت تتلو چی شده؟ چرا لغو شده؟ یه توضیح ما میدید با توجه به اینکه تو خبرهای مختلف هم اومد که خب مجنون الحاله، این که یه چیزی که همه دنیا میدونن، میگن آزموده رو آزمودن خطاست. ما تقریبا 2-3 سال پیش با این آقا تهیه کننده شون بودیم، کل خرج خونه‌شون رو ما میدادیم، نون سنگک و بربریشون رو صبح به صبح با پنیر لیوانشون رو
دم خونهشون آماده میکردیم میدادیم. این که بحث 2 سال 3 سال پیش. درسته. 1 سال پیش که کلا این آقا دیگه با ما دعوا شد و باز یه سری اراضی گذاشتیم اینستاگرام که حالا فکر کنم حضور ذهن داشته باشین. بله. این مسئله هم تموم شد تا اینکه این آقا تصمیم میگیره میره بوی دبی و میگه که آقا کنسرت بذارم. هر کی هم چیز مدیر برنامه من آقای سیاوالفون و آقای یزدان. بعد ایشون برنامه میخواست بذاره ولی ما دوستی داریم برنامه گذار اینجا شرکت تیترا. درسته. شرکت تیترا ایشون کنسرت گذاره خاص کنسرت تتلو. من تهیه کننده مستقیم این برنامه نبودم. درسته. من چون یه جورایی قدیم با این آقای محترم به قول معروف آشنا بودم و جدید با این آقا از طریق این شرکت باز ما یه جورایی آشنا شدیم و توی امورات قرار گرفتیم. این آقا کلا دوست داره که به من بی احترامی کنه و فوش بده و همه جا، ولی اصلا این خبرها نیست. 4 میلیون فالوور و طرفدار و ایشون فقط حاشیه‌اش زیاده. از اونجایی که خب مردم دوست دارن مثلا ببینن این آقا داره چیکار میکنه، وگرنه به نظر من محبوب بین مردم نیست. چون اگر بودش بلیت فروشی به این شکل نبود. بلیت فروشی خیلی ضعیف. درسته. آمار بلیت فروشی شما داشتی؟ بهترین کارها رو برای ایشون انجام دادیم. یعنی من که میگم ما شرکت تیترا رو دارم خدمتتون عرض میکنم. میگم من تهیه کننده مستقیم برنامه نبودم. مدیر شرکت تیترا که دوستان من بود، ایشون هم من کمک خواست برای این داستان و من کمک کردم، توی امورات قرار گرفتم. و مثلا این بنده خدا شرکت برای ایشون خونه‌ای که اول گرفته بود 11,000 یورو گرفته بود. پنت‌هاوس بهترین نقطه استانبول. یعنی اصلا ما رو دست اون خونه وجود نداره. این یک. بعد ایشون گفتش من بلندی دوست ندارم، منو ببرید خونه ویلایی. رفته خونه ویلایی، بهترین خونه ویلایی توی محله آجارکند، 700 متر بنا، 5 خوابه، اصلا لوکس، فوق لاکچری. جایی که آقای ترکان خواننده کشور ترکیه اونجا خونهش همون بغل بود، یعنی ایشون همسایه اون خونه بود و اجاره کردن اون خونه رو $24,000. ایشون ایرادی که گرفت ایراد این بود چرا دوربین بالا سر ماست، در صورتی که اون دوربین حتی پلیس هم اومد اکتیو بود. این یک. روشن بود چراغ دوربینا. چراغ دوربین روشن بود. ولی ببینید روشن بود. ببینید یه نکته رو خدمتتون بگم. شما وقتی که نور بندازید به دوربین، بحث روشن بودن، اولا که یک نکته رو به شما بگم. شما توی کل خونه هایی که در همه جای دنیا لوکس باشه و $2 میلیون، درست، یه چیز طبیعیه. خب فرضین جان صدامو داری؟ یه چیز طبیعیه که همه جا دوربین باشه. اون خونه که خونه ما نبوده، خونه‌ای بوده که این آقا رفته دیده. آره این آقا رفته خونه رو دیده، پسندیده. چطور زمانی که خونه رو دید پسندید دوربین توش نبود؟ این یک. درسته؟ بعد عذر میخوام جناب فرزین عزیز، مگه اون دوربین مخفی بوده؟ آقا این تخت خوابه، این هم دوربین، همین کلفتی بالا سرش، اینجا بالا سر تخت خواب، نه جای دیگه. خیلی دوربین بزرگ بالا سره، یعنی هر کی شدم راحت تو اتاق میبینه این دوربینو. غیر از اینه؟ درست. یعنی یه چیزی نبوده که شما مثلا بگید ما اینو مخفی کرده بودین، همونجوری هم که خودش فیلم گرفته بود. غیر از اینه؟ به قول امیر دیوا دوست ایشون برگشت گفت آقا یه چیز تو زخم می‌زدی رو دوربین، جوراب می‌کشیدی، آچار می‌کشیدی دورش، ها سیمشو می‌کشیدی. مثال میزنم. اولا که اصلا اون دوربین قطع بوده، خدا سر شده. چون اگر قطع نبود این آقا اصلا به این راحتی ول نمی‌کرد. بالاخره پلیس مقابله میکنه با این داستانا. ایشون زنگ زده، پلیس هم اومده دیده آقا جون اون ریسیور. ببینید صرف این که توی برق باشه با صرف این که ضبط بکنه و جایی مخابره بشه دوربین خیلی فرق میکنه. شما خودتون قطعا اینو بهتر از من میدونید. بله. متوجه این یه چیزی میتونه روشن باشه. تو اتاق خواب کی دوربین میذاره؟ من الان سوال دارم، تو اتاق خواب کی دوربین میذاره؟ خب ببینید من که نذاشتم. ببینید بحث اینه که دوربین اون خونه فوق لوکسه. من عکسای اون خونه رو برای شما میفرستم، شما عکسای اون خونه رو لطفاً بذارید. ببینید اون خونه فوق لوکس بود، یعنی خفن ترین خونه استانبول بوده. اوکی؟ طبیعتاً دوربین داره و این آقای امیر وقتی که میره اونجا دوربینا رو دیده. مگه میشه کسی دوربینا رو نبینه؟ غیر از اینه؟ درست. آخه نه میگه که بعدش اومدن دوربینا گذاشتن، یعنی من رفتم بیرون. نه بعد که اصلا همچین چیزی که اصلا مگه میشه. ایشون ببینید ایشون وایساش موجوده. ایشون از روز اولی که دارم میگم کلا از بعد از ظهر تا شب ایشون قاطی کرده بود نسبت به این داستان. ایشون شب به اون خونه میرسه ساعت 8:30 شب، خونه رو میبینه،
میگه من خونه رو میخوام. اوکی؟ درست. از خونه هم بیرون نمیاد. این وایساش هم موجوده. من یه نکته رو خدمتتون بگم، حجمی وجود نداشته برادر گل من. ما ببینید بیلیتیکس دیگه خودتون میدونین یه سایت مرجعیه، درسته؟ آره. بیلیتیکس یه سایتیه که ما با راحتی ایمیل میزنیم و تعداد فروش معلوم میشه، نمیشه توش دخل و تصرفی کرد. آره درست. دزدی کرد یا شارلاتان بازی یا دروغ و دغلی گفت، درسته؟ درسته. ایشون 33 تا دونه بلیت تا امروز فروخته. 33 تا دونه بلیت. اوکی، 33 تا دونه بلیت فروخته. تعداد بلیت هایی هم که تهران دست آقای وحید علوی بوده 500 عدد بوده که از اون 240 تا دونه فروخته. یعنی ایشون کلا 276 عدد بلیت فروخته. 276 عدد فکر نمی‌کنم حجمی از بلیت فروشی باشه که اولا بشه سخت باشه پس دادنش، یا مثلا ایشون چقدر حجم آنچنانی بلیت فروش. ایشون یه انسان کاملا غیر حرفه‌ایه. یک، اولا بند نداشت. ببخشید منی که من برنامه‌گذار نیستم، شرکت تیترایی که برنامه‌گذار من دوستشم، ما نباید بندو تهیه می‌کردیم ولی به دیده منت بند تهیه کردیم. آقای مسعود جهانی با ایشون لجه، نه سکونسی به ایشون داده نه مولتی ترک. آقای امیر دیوا به ایشون هیچی نداده. متوجه؟ همه این سکونس ها مولتی ترک ها رو نشسته اون رهبر ارکستر بنده خدا زده. این یک. تمرینا رو گذاشتیم. مگه ما بعد این کارا رو بکنیم؟ دیجی برنامه رو ما خواهشتم ان شاء الله با همه بده، همه باش بدن. همین جم تیوی تبلیغش رو نمی‌کرد. با خواهش و تمنا کرد. همین رادیو جوان نمی‌کرد. شما خودتون شاهدین رادیو جوان خیلی باهاش پرابلم داره. پی ام سی هیچ کی تبلیغ اینا نمیره، با خواهش و تمنا رفتن. پس این آدم ببین آدم مشکل داریه. ببینید بحث دوربین، ببخشید بلافاصله زنگ زده پلیس اومده. اوکی، خب پلیس اینو متقاعد کرده، گزارشش موجوده. آخه این چه حرفیه؟ آقا دوربین داشته از تو فیلم میگیره. تو مثلا تو کی هستی که ازت فیلم بگیریم؟ من 1.5 سال نون خونه ای تو دادم. خونه تو من اجاره کرده بودم تو تهران. خونهشو من اجاره کرده بودم به پول تو جیبش نون. اونجا دوربین نذاشتم. اینجا تو استانبول خونه یه بنده خداییه، $24,000 پول اجاره ماهیانشه ما پرداخت کردیم. مگه خونه منه که من برم توش دوربین بذارم؟ مگه اصلا میشه آدم دخل و تصرف کنه تو خونه مردم؟ چرا تو ماه پیش که تو اون خونه پنتاسه بود میذاش میگفت تهیه کنندم بهترین تهیه کننده دنیاست، چرا اون موقع دوربینی وجود نداشت؟ آقای محمدی پنجرت مثل اینکه پایین صدا هوا میاد. توهم داشتن خواستن کنسرت 20,000 نفری بذارن و اینکه این یعنی ایشون به شرکت برگزار کننده تحمیل کرد که کنسرت منو تو سالن 20,000 نفری بذار، وگرنه شرکت برگزار کننده میخواد تو 2-3,000 نفری بذاره. این یه مورد. مورد دومم این که این کنسرت 20,000 نفری 120,000 لیره ترک پول سالن اجاره که همون آن نقدن گرفته رسیدش موجود. نور و صدا $28,000 برای اون سالن که اون هم نقدن گرفته. من به شما یه دو تا چارت ساده بگم، 690,000 لیر تا همین الان که دارم با شما صحبت می‌کنم شرکت تیترا خرج این کنسرت کرده. یعنی به پول ریالی 1,380,000,000 تومان. درسته؟ پس مطمئن باشین شرکت تیترا و تیم شرکت تیترا که دوستان هم هستن نمیخواستند که این کنسرت به قول معروف برگزار مثلا یه وقت خدای نکرده نشه. میدونین چی میگن؟ یعنی تمام سعی بر این بود که لیلی به لالای این آقا بذارن که این آقا این کنسرت رو اجرا بذاره، وگرنه کدوم آدم عاقل، کدوم برنامه گذار عاقل $24,000 پول اجاره خونه ویلایی رو میده یک ماه رو. شهرک آچارکند توی استانبول که حتما شما اسمش هم شنیدید. بله. شهرکیه که بهترین فوتبالیست، بهترین خواننده‌اش میگه همسایه ترکان بوده. خب معلومه اون خونه دوربین داره، معلومه این داستان وجود داره. متوجه این چی میگم؟ ایشون همه اینا رو دیده. مورد بعدیش این که ایشون گفت آقا پول منو ندادن. خدمتتون عرض کنم که ایشون چون از اونجایی که میگم توهم داره و اینا $60,000 قراردادش بوده. متوجه این 60,000. بله. گفته اگر بالای 7,000 نفر پر کردم تو سالن 20,000 نفری $120,000 میگیرم. $60,000 اولیش هم گفت $30,000 نقدم بدین که گرفت. گفت $20,000 یک ماه بعد بدین که یک ماه بعدش هنوز سررسید نشده بوده دوست عزیزم. یعنی مثلا ایشون یک شنبه لفت داد گفت آقا کنسرت کنسله، مثلا بعد فردا تازه میدادن بهش. متوجه این پولو؟ اینم از این داستان.
درست. $10,000 هم میون که روز کنسرت باید میدادن. اگرم بالای 7,000 تا فرم کرد یک هفته بعد از کنسرت هم باید میومدن. بعد ضمانت نامه ازش گرفته شده که اگر کنسرت لغو بشه بعد یه حرکتی بزنه یه ضمانتی بده یا نه؟ ضمانت نامه ازش گرفته شده بود که اگر این آدم کنسرت رو به هر دلیل لغو بکنه باید ببینید شکایت‌های لازم تو کشور ترکیه انجام شده جناب فرزانه. الان گفته که من تو هواپیمامو دارم میرم یا همچین چیزی. بله ضمانت‌های لازم، رسیدهای دریافتیش. نمیشه که ایشون بیاد یه پولی رو بگیره کلاهبرداری بکنه بذاره بره که این همه هزینه فلان. ببینید تعداد بلیط فروشی کاملا معلومه، ابیلیتیکس در میاد و پولوها برگشت داده میشه و بلیط‌ها عودت داده میشه. یه طبیعیه مثل بقیه کنسرت‌ها که کنسل میشه. چیز عجیب غریبی نیست. امیر تتلو داستان این بودش که میگفتن که از طریق یه سری سازمان‌های امنیتی کنسرتش تهیه کنندگی شده بود و اومده بود خارج از کشور کنسرت بذاره، حتی خروج از کشورش هم حالا جای سوال بوده. اینو می‌خواستن هم چجوری تحلیل می‌کنید؟ حالا آیا همچین چیزی صحت داره یا نه؟ نه اصلا اینجوریه. اولا که ایشون یه پرونده‌ای داشت تو دادگاه، خب پروندهش به راحت می‌خوره. بعد طبیعتاً هم برای قانونی اومده و پاسش هم معاف کرده، مثلا چیز دیگه‌ای نیومده، ممنوع خروج بوده ولی باز شده ممنوع خروجشون به راحت کرد. درست. بله در سر همون قاضیه و تو این درست. دیگه خواست دید تو تهران دیگه جایی نداره دیگه، یعنی واقعا دید که با وضعیت سطح مسئولی که صورت به نظر خواست مثل بقیه خواننده‌ها فعالیت خارجی داشته باشه. ما حتی شرکت استیسا توی قراردادش هم نوشته که آقا ایشون حق نداشته مثلا پست اضافه بذاره، بعضی جاها مثلا باز دخالت می‌کرد، حرفای نامربوط غیر از کنسرت میذاشت که همه اینا سو میشه، همه اینا جریمه داره. نباید کنسرت تحت شعار یکی مطلب. ولی نه اصلا دست امنیت اصلا این واقعا من اینو به شما حجی بخواین میگم که اصلا درست.